سحری من میخیزم و وقتی نماز را از تلفن میبینم. وقتی نماز را از تلفن میبینم اونجا چند سایت هست. یک سایت میداری ساعتی 5:25 وقتی نماز صبح فرا میرسد. یک سایت دیگر میداری ساعتی 5:40 ساعتی 5:36. آیا افسری کردن تو کدام وقت اجازت هست؟ چونکه اینجا برادر چند عزیز، وقت است. مسئله برنامه هایی که در تلفناتون است سنجش کنید. کدامش مثال به حقیقت درست میبیاد. مثلا وقتی نماز شام سنجش کنید میتونید آفتاب نشستنش از تیریزه نگاه کنید خانتون بلند باشه یا نباشد. مثلا سنجید. اینچنین وقتی که مسجد میرید از آن مسجد که قیاس کنید. اینچنین مثلا آدمایی که ساعتی فجر دارند ساعتی فجر که دی برنامه‌تون قیاس کنید. ساعتی فجر قیاس کنید که توغری میبیاد یا نه. تقویم مسجد که قیاس کنید. حقیقت که قیاس کنید. کدام برنامه به حقیقت نزدیک باشد و همون شهری که بعد تاکید کنید گاه های اینترنت از این شهر به این شهر روید شهری اون قدیمه نشان میدهد تا و ابنوید نکنید. اگر فهمیدید ابنوید کنید برنامه ها رو گاه ها نو کرده استدیا رو دلیت کرده نو از نو سکچت کنید. مثلا برنامه رو سنجش کنید از امتحان گذارید. مثلا من در تلفنم برنامه سجده دارم. همین سجده گاه ها بله 1 دقیقه 2 دقیقه فرق میکنه به جایی که من قرار دارم، لیکن به هر حال از امتحان گذشتگی هست. یعنی غالبا درست برای همین احتیاطش پیش میگیره. اگر 1 ساعت 5:25 بند گوید و یکتش 5:35 بند گوید 25ش میگیرید بر وقتر بس میکنید. ده فهمیدید برادر؟